10 ترفند برتر TDM که فقط 1% از بازیکن‌ها استفاده میکنن. شما میتونید مثل هکر پرواز کنید یا دشمناتون رو اینطوری به دام بندازید. ویدیو رو لایک کنید و بریم سراغ شروع ویدیو. 2 ترفند توی این قسمت وجود داره که میتونید حین جنگ ازش استفاده کنید. روش اول، بپرید بالای این جعبه و اینطوری دشمنتون رو بزنید. یا اینکه میتونید یه بار با پریدن روی این جعبه از این بالا دشمنتون رو غافلگیر کنید. تو این قسمت 2 نوع حرکت دیوونه‌وار رو میتونید انجام بدید که باعث تعجب حریفاتون میشه. حرکت نوع اول، خب حالا چطوری از این جعبه بالا بریم؟ برای اینکه سریع از این جعبه بالا برید باید اول از همه این دکمه پریدن رو بزنید و بعدش جویستیک رو سمت جلو حرکت بدید. این روش 2 مزایا براتون داره. وقتی شما بالاتر از دشمنتونید درصد هدشات زدنتون بالاتر میره و میتونه خیلی کمک کنه که از تیرای دشمن جا خالی بدید. همچنین اینم از روش دوم. با ترفند سوم و چهارم میتونید سریع به بالای این کانتینر برید. روبروی این قسمت از کانتینر 2 بار دکمه پریدن رو بزنید تا خیلی سریع به بالای کانتینر برسید. مقابل این قسمت از کانتینر 2 بار دکمه پریدن رو بزنید تا به بالا برسید. یک کانتینر و سنگ توی TDM وجود داره که بازیکن‌های حرفه‌ای اینطوری ازش استفاده میکنن. اینجا یه برآمدگی رو میبینید که اول باید روی این برآمدگی و بعد روی کانتینر بپرید و سمت دشمن شلیک کنید. با این روش دشمن هیچ راهی فراری براش نمیمونه و میتونید که خیلی راحت تر بزنیدش. همچنین برای بالا رفتن از این سنگ میتونید از این برآمدگی و یا شکستگی استفاده کنید تا خیلی راحت تر و سریعتر به بالای این سنگ برسید. ترفند هفتم، اگه دشمنتون پشت این جعبه کم کرده بود میتونید بعد از دمج کردن سمتش راش بدین و اینطوری از بالای سرش بپرید و سمتش شلیک کنید. اگه دشمنتون این قسمت کم کرده بود با این روش خیلی زیرکانه میتونید که دشمنتون رو غافلگیر کنید. با این روش میتونید دشمناتون رو داخل بیس به دام بندازید. فقط کافی از اینجا بدوید و سمت گوشه این جعبه پرش بزنید. اینطوری دشمنتون هیچ شانسی برای کشتن شما نداره. اگه دشمنتون جلوی بیسش کم کرده میتونید با این روش از بالای سرش سمتش راش بدید و در کل همیشه موقعیت بالاتر درصد پیروزی بیشتری رو برای شما داخل نبردهای نزدیک میاره. برای همین همیشه توی نبردهای نزدیک سعی کنید که موقعیت بالاتر رو انتخاب کنید. اگه ویدیو براتون مفید بود یادتون نره حتما لایک کنید و برای نکات و ترفندهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. همچنین 2 تا ویدیو از نکات و ترفند روی صفحه براتون میاد که اگه دوست داشتین میتونید یکیشو انتخاب کنید و خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. بدرود.